الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مودرون و خواهران عزیز أهل توحید، بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم. در صحبت‌های گذشته خیلی مسائلی یک چند مسائل بزرگ رو به شما بیان نمودیم و بخصوص در 2 حلقه یا 3 حلقه گذشته ما در باب ایمان، معنای ایمان، چگونه بودن ایمان در نزد اهل سنت و الجماعت و اهل بدعت، چگونه ایمانشان در بالای ایمان و مقارنه و سنجش اهل بدعت و اهل سنت در باب ایمان را به شما رسانیدیم. الله همه شما را حفظ بکند و برکتون بده. اما یک سؤال به وجود می آید. همیشه یک سؤال را بخصوص اهل بدعت این سؤال را در بین مردم منتشر میکنند. بخصوص اهل بدعت این سؤال را در بین مردم خیلی منتشر میکنند و با همین سؤال یک ضربه به منهج اهل سنت زدنی میشوند یا که یک شبهه را میخواهند در بین مسلمان ها جاری بکنند. سؤال چی است؟ شاید در خود شما این سوال دیروز یا یک هفته 2 هفته پیش به وجود آمد. مسئله ایمان گفتن و توحید گفتن و عقیده گفتن و بخصوص مسئله ایمان گفتن مگر برای آدم های عادی، مسلمان های عادی ضرور است؟ اهل بدعت میگن، شما میگن قرآن خوانده نمیتوانید، تجوید خوب نمیفهمید و بعدش میگد که حتی عربی را شما نمیدونید، شما عربی را نمیفهمید، عربی را نمیدونید، قرآن خوانده نمیتوانید، فقه نخوندید، اصول نخوندید. برای شما میگد عقیده خوندن و ایمان خوندن، این مسئله های فهمیدن، مسئله ایمان گفتن درست نیست. خوب دقت بدید. منهج اهل سنت و الجماعت این است که هر یک انسان اول باید ایمان را آموزد. حفظ آموختن ایمان پیش از آموختن قرآن است. اما اهل بدعت، کسانی که از منهج پیامبر دور ماندند، از منهج صحابگان دور ماندند، منهج اینها حفظ قرآن پیش از آموختن ایمان، پیش از آموختن توحید است. حفظ نمیدونم بدون یا آموختن زبان عربی پیش از آموختن توحید و ایمان است. و انا همچنین. و برای میگویند که ای شما موحدها، مسلمان زبان عربی را نمیدانید، شما او را در باب لا اله الا الله سوال میدهید، او به شما گشته سوال میدهد که تو آیا بابی طلاق را میدانی؟ آیا تو زبان عربی را میدانی؟ آیا تو حافظ قرآن هستی؟ شما البته که یک آدمی مسلمان عادی هستید میگید که نه من حافظ قرآن نیستم، قرآن رو هم شاید خوب 100% که به اتقان باشد، زیبای 100% باشد قرائت کرده نتوانم، همچنین یک مسلمان عادی قرائت میکنم، زبان عربی رو هم نمیدونم، علم زیادتی هم ندارم، لیکن موحد مسلمان هستم. اونها اهل بدعت به سر شما میخندند، شما را مسخره میکنند، لقب جاهلی به سر شما میگذارند، میگن شما جاهل هستید، شما در کجا خوندید؟ وقتی که شما گویا عربی رو ندانستید، شما صرف رو ندانستید، شما نحو رو ندانستید، شما
بعض فرضها را 1 2 3 4 گفته شمرده نتوانستید. شما حافظ قرآن نشدید، شما تجوید را از اول تا آخرش اگرچه عمل کنیدم از یاد کرده نتوانستید یا از یاد نکردید، در نزد اهل بدعت برای شما توحید آموختن و ایمان آموختن و مسلمانی را آموختن درست نیست. انمین عقیده باطل اهل بدعت سبب شد که مردم زیاد از مردم از ایمان، از اسلام، از توحید بیخبر موندند و این شبهه اهل بدعت امروز هم در بین مردم شب و روز منتشر شده است، هم در بین زنها و هم در بین مردها. و خود شما از بحث مناظره های ما شاهد هستید که چندین سال پیش مثلا برادرهای ما اهل بدعت را میزنند، با اهل بدعت میگیم که شما در فلان جا در باب ایمان کفر کردید، شرک کردید، آنها درباره صرف یا نحو گپ میزنند. لیکن بالاخره انا این بود شبهه اهل بدعت. اما بیایید انا همین مسئله را در اساس فهم صحابه، در اساس منهج رسول الله به صحابگان چگونه تعلیم دادند. آیا رسول الله به صحابگان اول سخن کردن عربی به قواعد، یا که اول از یاد کردن قرآن و سنت رو، یا که اول تعلیم توحید رو تعلیم دادن؟ این منهج است، این منهج است. برای همین میگیم که الایمان اولا، اولین چیزی که مسلمان باید تعلیم بگیرد این ایمان است، این توحید است، این اسلام است. پیش از حفظ کردن قرآن تو باید مسلمان باشی، پیش از فهمیدن و پیش از یاد کردن احادیث یا علم رجال یا مصطلح الحدیث تو باید مسلمان باشی، پیش از علم عربی خواندنت، پیش از زبان عربی آموختنت تو باید مسلمان باشی، پیش از صرف، پیش از نحو تو باید مسلمان باشی. ای خواهرم، ای مادرم مسلمه، ای برادر و پدر بزرگوار موحد، ای موحدین، ای مسلمین، اولین علمی که آموختنش برای هر یک مسلمان ها فرض است ایمان است. همین ایمان در درونش گفتیم توحید است و یکتا پرستی است و لا اله الا الله است که کفر بالطاغوت و ایمان به الله سبحانه و تعالی. ممکن است که یک آدم مسلمان باشد، موحد باشد، اما حافظ قرآن نباشد، عالم مسائل نباشد، اما مسلمان است. این ممکن است. اما ناممکن است که یک آدم مسلمان شدنش ناممکن است. یک آدمی که زبان عربی را میداند، حافظ قرآن است، عالم تجوید است، عالم صرف نحو است، اما از توحید ذره خبر ندارد، توحید پروا ندارد، ایمان هرگز نآموخته است، کفر ایمان نمیشناسد. این ناممکن است که این انسان مسلمان شد. این چنین شدن ناممکن است. دعوت ما هم همین است که مسلمان شوید. اول مسلمان شدن است، اول مؤمن شدن است، اول ایمان است و توحید است، لا اله الا الله است. بیارید حجت را. اخرجه الحاکم، حاکم در مستدرکش روایت میکند و صحیح به شرط شیخین میگوید. یعنی حاکم در مستدرکش روایت به شرط قاعده های گذاشته حدیثی که قاعده رو گذاشتند امام بخاری و مسلم، به شرط قاعده گذاشته اونها این روایت رو صحیح میکند. روایت از عبدالله ابن عمر است. عبدالله پسر عمر امیر المؤمنین رضی الله عنهما، صحابه. عبدالله ابن عمر صحابه، پسر صحابه، هم خودشون صحابه هم پدرشون صحابه. پسر عمر عبدالله
رضی الله عنهما گفتند تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. أخرجه الحاكم وصححه. ما میگه تعلیم گرفتیم ایمان را و بعد از این تعلیم گرفتیم قرآن را. اول ایمان را، اسلام را، توحید را، یکتا پرستی را، اول مسلمان شدن را، عقیده را، موحد شدن را که توحید ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات، حاکمیت، لا اله الا الله محمد رسول الله، کفر بالطاغوت، براءت، مبالات، که همه این ایمان است. اول ایمان را آموختیم و بعد از این قرآن را آموختیم. بعد از این قرآن را آموختیم. فازددنا ایمانا، به واسطه تعلیم قرآن ایمانمان را زاید کردیم. معنای سخن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما چی است؟ اول ایمان را آموختیم، یعنی مسلمانی را، توحید را، یکتاپرستی را آموختیم. بعد از این قرآن را آموختیم و به واسطه قرآن همون ایمان آموخته امان را زیاد کردیم. اول تو مسلمان میشوی، بعد قرآن می آموزی، به واسطه قرآن همون مسلمانیت رو، ایمانت رو زیاد کرده به درجه قوی میبری. اما گفتن عبدالله ابن عمر بعد از این سخن رو در بعد از وفات پیامبر، بعد از وفات پدرشون، یکی از صحابه های جوان که بودن، بعد از یک چند وقتی وفات پیامبر این سخن رو گفت. عبدالله ابن عمر گفتند که و انتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الایمان. شما باشید، یعنی عبدالله ابن عمر به همون مردمی که در زمان خودشون هستن گفتن که شما باشید اول قرآن رو تعلیم میگیرید، بعد از این ایمان رو تعلیم میگیرید. این خطا است. یعنی عبدالله ابن عمر در اینجا منهجی رسول الله را بیان کردن که رسول الله صحابگان را اول ایمان، توحید رو تعلیم میدادند، بعد از این قرآن رو تعلیم میدادند، به واسطه قرآن همون ایمانشان رو زیاد میکردند. اما کمبره کدوم در گرفتگی است، خواهش میکنم. اما بارک الله فیکم، آهسته آهسته حالت همچنین شد که مردم اول قرآن رو تعلیم می گرفتن، بعد از این ایمان را تعلیم دادن، مخالف تعلیم پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی مخالف به منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم شد. حتی در زمان صحابگان ندیدند و انکار کردند. صحابگان یک منکر را بین انکار میکردند، تماشا کردن نمیستادند. صحابگان رضی الله عنهم در باب منکر دوستی و برادری نمیکردند. به کدام معنا؟ یعنی نمیگفتند که این دوستی من است، برای همین هر کاری که میکند من به این کار ندارم. این صفت منافقین است. صحابگان اینچنین نبودند که بگویند که خیر یارو دوست های ما هر مخالفتی که کند باک ندارد، برای چی؟ برای که دوستی ما. اینچنین نفاق و منافقی در بین صحابگان نبود. الله از صحابگان راضی شده بود. برای چی؟ برای اینکه آنها اولا صادقین بودند، به وعده ایمانشان پایبند بودند و وقتی که منکری را میدیدند انکار میکردند. و عبدالله ابن عمر هم وقتی که همین خطاگی را دیدند که در تعلیم دادن خطاگی به وجود آمده است، انکار کردند. گفتند که ما اول ایمان می آموختیم، توحید می آموختیم، بعد قرآن می آموختیم، اما شما اول قرآن آموخته بعد ایمان آموخته شدید. سوال به وجود می آید که اهل بدعت به شما سوال می دهند، شبهه می دهند که خیر همون ایمان از قرآن گرفته می شود کو؟ ایمان از قرآن گرفته می شود کو؟
همه قرآن خوند ایمان هم میفهمید. بله ایمان از قرآن گرفته می شود، لیکن ایمان یک مسئله هست که در هر جای قرآن در همه سوره ها در باب ایمان سخن است. ایمان رو وقتی که اول درس میدهی، یعنی از درون قرآن گرفته اول ایمان توحید درس میدهی. اولین چیزی که در درون قرآن هست، مهمترین چیز اول چی است؟ توحید است. همین مهمترین چیز قرآن گرفته تعلیم میدی، مهمترین امر الله گرفته تعلیم میدی. برای چی؟ برای که اعظم ما امر الله به التوحید، بزرگترین چیزی که الله امر کرد توحید است. وقتی که مسلمان شدنی هستی اول توحید باید فهمید. حافظ قرآن باشد توحید نفهمد مسلمان نیست. به مانند صوفی های قبوری، به مانند رافضه ها، به مانند حزبی ها که حافظ قرآن در بین اینها وجود دارد لیکن مسلمان نیست این حافظ قرآن، برای که ایمان تعلیم ندارد. ولی اما پیامبر اول ایمان تعلیم میداد. برای همین است که ما دعوتمون چی است؟ اول ایمان تعلیم میدیم، اول اسلام تعلیم میدیم، اول توحید تعلیم میدیم و بعد از این البته دیگر مسائل هم میآموزید. آهسته آهسته یعنی ترتیب تعلیم دادن همچنین است. روایت دوم برای این سخنمون که اول باید توحید و ایمان تعلیم داده شود. جندب ابن عبدالله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أخرجه ابن ماجه. جندب ابن عبدالله رضی الله عنه یکی از صحابگان میگویند که چهلی که ابن ماجه روایت کردند با رقم 61، البانی صحیح میگه، صحیح ابن ماجه اومده است مجله 138 میگه که جندب ابن عبدالله رضی الله عنه میگه که كنا مع النبي صلی الله علیه و سلم و نحن فتیان، ما همراه رسول الله بودیم و ما بچه های یاش بودیم. فتیان در روایت بعض از ما میگن که غلمان، یعنی بچه های یاش بودیم. فتیان حزاویرتون. فتیان حزاویرتون در زبان عربی حزاویره گفته شخ شده رو میگن، یعنی بچه هایی که نو جسمش سخت شده ایستاده است، یعنی کودک سخت کودک هم نیست و مردی کلانی به بلاغت رسیده هم نیست، بلکه انمین در سن تمیز، یعنی 7 8 9 10 11 12 13 ساله بچه ها از همین 7 ساله سن تمیز، از 8 ساله 7 ساله 8 ساله سن تمیز شروع می شود، یعنی از کودکی بیرون می شود تا به بلاغت رسیدن تا 14. البته بلاغت رسیدن از سن سال نظر کنید 15 ساله، اما بعضی بچه ها 15 ساله نشده به بلاغت میرسه، یا دخترها به 15 ساله نشده هم به بلاغت رسیدنش ممکن است بسیاریش. از 7 8 سالگی بگوییم، 8 سالگی تا سن تقریبا 15 سالگی، بین همون پیامبر صلی الله علیه و سلم انا همین جوان ها به، انا همین بچه ها به، انا همین پسر و دخترهایی که فتیان حزاویره، جوان هایی که نو شخ شده ایستادن، اول تعلیم میدادن. چرا؟ فتعلمنا الایمان، اول رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما ایمان را تعلیم داد قبل ان نتعلم القرآن، پیش از این که به ما قرآن را تعلیم بدهد. خوب دقت بدید، میگه که همراه رسول الله بودیم، جوانهایی که نو شخ شده ایستاده بودیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما ایمان را تعلیم دادند پیش از این که تعلیم بدهند قرآن را. الله اکبر. ثم تعلمنا القرآن،
بعد از اینکه ایمان رو آموختیم، توحید رو آموختیم، الله شناختیم، یعنی شناخت الله سبحانه و تعالی، انا من همه توحید میفهمد، الولاء والبراء کفر بالطاغوت و اینو رو آموختیم، فزددنا به ایمانا، به واسطه تعلیم و از یاد کردن و فهمیدن و آموختن قرآن ایمانمون رو زیاد کردیم، ایمانمون رو زیاد کردیم. سندی رحمه الله تعالی میگه که حزاوره جمع الحزوره، حزور بتشدید الواو، میگه همین فتيان الحزاوره یعنی هو الغلام اذا اشتد وقوي وحزوم. این یک غلام، یک پسر بچه یا یک دخترچه، یک پسرچه که کمتر جسمش از کودکی میبراید. جسم کودک خیلی نازک و ملایم است که جسم این در این سن سال بوده کمی سختتر میشه، یعنی سن سال 8 ساله 9 ساله به قوت میاد و سخت میشه. در لغت هم چین آمده است و در کتاب صحاح آمده است و در کتاب نهایه آمده است که میگه هو الذي قارب البلوغ. این خیلی بچه‌هاش یعنی بلوغ نزدیک اما حالا به بلوغ نرسیدن. بلوغ فزدنا به، سخن جندب بن عبدالله که ما زیاد کردیم ایمانمون رو به همین قرآن. چی است؟ ای بسبب القرآن میگه، یعنی به سبب قرآن همون ایمان آموختهمون رو زیاد میکردیم. از این سخن چی رو آموختید؟ از این سخن آموختید که فهمیدید که بارک الله فیکم پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از به بلاغت رسیدن صحابگان به پسرچه ها و بچرچه های صحابه رضی الله عنهم ایمان را تعلیم میدادند، توحید را تعلیم میدادند. این است منهج درس دادن و درس خواندن. اما این منهج در بین بسیاری از مسلمان ها گم و نابود و بینشان و بینام شده است. امروز ها ما میبینیم که یک نفر دعوای طالب علمی، دعوای علم دارد، من 50 سال خوندم میگه، 20 سال خوندم میگه، 10 سال خوندم در تاجیکستان، در اینجا در آنجا خوندم میگه، من میگه کتاب های غزالی را خوندم، کتاب های قرضاوی را خوندم. البته اینها همیش اهل بدعت و خرافات زده کتاب. البته غزالی در آخر العمر توبه کرده، اما قرضاوی اینو اخوانی به همون کفر شرک وفات کرد. من میگه فلان مدرسه رو خوندم، حافظ قرآن هستم، این هستم آن هستم، اما در مسئله لا اله الا الله، در کفر بالطاغوت ایمان برای چی ماند که ایمان نداره؟ کسی که کفر بالطاغوت چه ایمان میاره؟ ایمان اساس علم است. ای خواهرم، ای برادرم، ای موحد، ایمان این اقرار است و تصدیق است. چی را اقرار میکنی؟ چیزی دانسته رو، یا خبری رو تو باید اقرار کنی. وقتی که تو از همون خبری، از همون امر تو خبر نداری، تو نمیفهمی که همچنین خبری و امری هست، تو چگونه اقرار میکنی چیزی نفهمیده؟ اگر من به تو بگویم که در فلان جای تاجیکستان یک است و به تو اثبات کنم باور کردم همچنین است، اگر تو نفهمی که در فلان جای تاجیکستان دریا هست، این چیز اهمیت نداده باشی، تو چگونه این چیز به باور کردی؟ حالا دانی که او هست یا نیست. برای همین کسی که علم در بالای ایمان، علم در بالای توحید ندارد، کسی که علم در بالای الولاء و البراء ندارد، کسی که علم در بالای الکفر بالطاغوت ندارد، ایمان ندارد. ایمان ندارد، ایمان مسلمان نیست. مشکلی تعلیمات در تاجیکستان همین است. مشکلی تعلیمات در منطقه من و شما آسیای مرکزی همین است. کوکا می حافظ قرآن میشی و این بیچاره را میزنن، به خاطر حافظ قرآن شدن لطوبش میکنن، میزنن، نخردی نکرد منه به تو، منه به تو.
این بیچاره حال 15 سال بلوغت رسیده است، نمیداند که الله در کجا است، معبودش در کجا هست و این معبود باید چگونه عبادت کند، چگونه یک تا پرستیش اثبات کند. مولات نمیفهمد، قرائت نمیفهمد، لا اله الا الله معناش نمیفهمد. 15 ساله شده است، در درون قلبش محبت الله، ترس از الله وجود ندارد، زیرا که میشناسد الله را. این چگونه آینده به علت خدمت میکرد، چگونه آینده این عالم میشود، چگونه این آینده مردم دعوت میکرد. بعد از این میخواد اگر قاری شده باشه قسم از این بیچاره که لطکوب شوند قاری شود، اما گمراه است، گمراه آهسته رفتن میگرد تا آخر عمرش اگر الله هدایت نکنه. غرور میکند، خودش از همه بزرگ میداند. برای چی؟ برای اینکه این انا هم منهج کبری شرکی کفری که خونده است. اما قسم از این بچه های بیچاره حتی بعد از اینکه کمتر بقوتر می شود به مادرش، به پدرش، به استادش میگه که راو کار تکن، میگه من دیگر نمیخونم، میگه می برود میرود به یک جای سفر میکند به نام و نشان به کفر شرک داخل میشود. اعوذ بالله. ما این چنینش هم خبر داریم. از همه بدترین کس همون کسی هست که قرآن خواند اما نفهمید که برای چی میخواند و بعد از این ضد توحید قرآن و سنت صحبت میکنه، زندگی میکنه. منهج همین، خطر همین است. ببینید ما در تاجیکستان فقط منهجی مکتب ها، برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت مکتب ها میونه نیست، بلکه برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت همین مکتب های دینی، برنامه‌ریزی ملاها هم خطا است. کودک حافظ قرآن میکنه که تمام این اولیاء شد، همین همه ما را یعنی نجات میدهد، بهترین است. اما این حافظ قرآن، این بیچاره لا اله الا الله نمیدان. برای چی؟ برای که تعلیم مخالفی به تعلیم پیامبر است. پیامبر اول قرآن، از درون قرآن اول ایمان تعلیم، اول ایمان پیش از قرآن و بعد از این قرآن. بارک الله فیکم. برای همینم از جهت دیگر عادی و ساده فهمونیم تعلیم گرفتن ایمان فرض است، تعلیم گرفتن لا اله الا الله فرض عین است به هر یک زن و مرد، حتی به همین کسایی که کودکایی که از کودکی بر آمدند و به سن تمیز در آمد، فرض عین است که باید آموزد. زیرا که الله امر کرد فعلم انه لا اله الا الله، بیاموز، بدان، بفهم که نیست معبودی بر حق بجز الله. الله تعلیم. اما سبحان الله در بالای قرآن امر نآمده است. از یاد کردن قرآن فرض عین است، گفتن امر نیست. از یاد کردن قرآن این سنت رسول الله است، حکمش مستحب است. هر کسی که از یاد کرد اجر است و ثواب است. اما کسی نتوانست بوکی نداره. یک چند سوره ها را از یاد کرد، نمازش درست است. سوره فاتحه و یک چند سوره دیگر نمازش میخواند، نمازش درست شد، برای او کافی است. اما اگر عقیده را، اگر توحید نآموزد، بدین میست، نفهمد توحید، کافر است. فرقش باید فهمید، حکم این و حکم وی. انا همون روایتی که از عبدالله بن عمر کردیم به طرز دیگریش هم اومدگی است که عبدالله بن عمر رضی الله عنه میگن که لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدثنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. دثنا انا من ناو بچه های به سن تمیز رسیده را احدثنا میگه، یعنی بچه های یاش بکی 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله بودن، یؤتى الایمان قبل القرآن، ایمان داده میشد، ایمان تعلیم داده میشد، توحید تعلیم داده میشد، لا اله الا الله تعلیم داده میشد پیش از قرآن. پس صحابگان رضی الله عنهم به تربیه اولاد خود خیلی هم مشغول بودند، پیامبر مشغول بودند.
با وجود اینکه پیامبر یک مسئولیت بزرگی رو داشتند، ولی ببینید با کودکان را هم تعلیم به ایمان میدادند. برای همین تعلیم بدهید به ایمان، تعلیم بدهید به ایمان. و ما سوال میکنن که برای تعلیم دادن فرزندهایمان به ایمان ما باید این کودک‌ها را به این طرف دنیا به آن طرف دنیا ببریم. ما میگیم که نه، اگر تو ای مادر، اگر تو ای پدر موحد باشی، اگر تو ای مادرش پدر این کودک موحد باشی، اگر تو فهمیده باشی معنای لا اله الا الله را، ایمان را، و اشهد ان محمد رسول الله را فهمیده باشی، رکنهایش، شرطهایش، ایمان، توحید، تقسیماتش، آهسته اینها را تعلیم بده. امروز این چیزها را ما نوشتیم، منتشر کردیم. فرزندت رو در پیش خودت تازه، آزاده، با مهربانی، با آداب و اخلاق به همین عقیده ایمانی و توحیدی صادقی و راستی اول تعلیم بده، به توحید تعلیم بده. بعد از این که کمی قوی شد، جسمش سنگین شد، بعد از این که به سن 15 رسید و به بلاغت رسید، که در نزد تو این موحد شد، صادق شد، درس های توحیدی سنگ شد، سنگ شد، سنگ از همه جانب توحید فهمید، درس های گوش کردی، خواندی، نویساندی، خودت در نظارتش کردی، در بالای عقیده اهل سنت و الجماعت نظارتش کردی. بعد از این که سن 15 شد یک طالب علم عقیدوی شدی. بعد از این را ببر به دیگر از خارج کشورها، به اونها تعلیمی قرآن، تعلیم دیگر از مسائل علمی را بدی. وگرنه فرزندت رو میبری به یک جای موحد هستی، فرزندت جهمی میشود، فرزندت مدخلی میشود، یا فرزندت صوفی میشود. باور بکن، باور بکن از حالت آخر، قصه آخری که شد با خبر هستید. مدرسه ای که در یکی از منطقه ها بود، ما هم گمان خیر داشتیم، برادرها گفتیم که بله به این مدرسه فرزندهای خود برید خوب است. فرزندها را که بردند در این مدرسه، فرزندهای ما را، فرزندهای موحدین را تعلیم دادند که اگرچه همش را نه، آرام آرام، آهسته آهسته، به کی؟ به ضد طالب علم، به ضد پدر و مادرش، یعنی به ضد عقیده اهل سنت، به خوارج گفتن تعلیم داد. افسوس که ما که در یک آزادی، مثلا در یک جای باشیم که همه تواند، در تاجیکستان باشد، در یک منطقه که همه مردم به پیش ما اومده تواند دکومنت های آمدن و رفتن مشکل نباشد، نیستیم. اگر ما باشیم یک مدرسه بزرگی رو بنیاد میکنیم، خیلی بزرگی رو، که هزارها جوان، هزارها کودک ها بیایند به جانب دختران، دخترها معلمه ها، در جانب پسرها مشایخ از مردها باشند، تعلیم بدیم. این قدر الله ما شاء فعل. حالت ما همچنین است، خود شما از حالت ها باخبر هستید. لیکن به این حادثه که بود گمانی نیک کردیم. حتی در باب لا اله الا الله اختلاف کردن. ما در اساس منهج، در اساس دلیل، در اساس عقیده، شرط لا اله الا الله را که اولین بار جمع کرده ها 7 بار گفتند، بعد از این اینها آمدند و گفتند که نه، این 8 تا است، کسی که این را 7 تا گفت این است و آن است گویان. در همین اساس هم به ما خلاف ها را، اختلاف ها را سر کردند. یعنی بالاخره مقصد این است که انمین منهج صحابگان رضی الله عنهم نجات ما هست. فرزندها را شما اگر موحد شده باشید، موحده شده باشید، مادرها اگر موحده شده باشید، از توحید، از لا اله الا الله با خبر شده باشید، پدرها از توحید، از لا اله الا الله با خبر شده باشید، فرزندها را در نزد خود تعلیم بدید، آرام آرام، به زدن، به کوفتن، به سختگیری. یک بار آماده نکرد هیچ باکی ندارد، فرد آماده میکرد، آهسته، بعضی از یاد کنانیده، بعضی نویسته و بعضی به طرز قصه، بعضی به طرز معامله. همچنین کنید که فرزند شما حق را فهمد، توحید را فهمد، ایمان را. بعد از این که فرزند شما حق را فهمید،
توحید را فهمید، ایمان را فهمید، علیکم و در رحمت الله و تمام عالم هم برکاته. مشکل ایجاد نمیکنه. شیخ همین شما گاز کرامه فیرس شیخ یکون مدیراتور هست، ما گاز دیستیم برادر عزیزم، کی هستیم؟ ما گاز دیستیم، در درون درس ما در اومده شیخ 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 گفتن میگیرید. اینجا ممکن نیست. حضور کلان گاب نزنین، اینجا جای خواهرا است که اینجا اصلا ما می داریم درس میتیم میبریم. کله هست، عقل هست، سبحان الله که می دروید. من گاز دیستم، درس دیستم، گشتو برگشته کودکو بر این شیخ 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 گفتن میگیرید. اما گپ شویم دیو که اودو بکای به یاد میگیریم. ما اودو با یک چیزی خوب است که آخر که پیامبر صلی الله علیه و آله من کردن که در درون یک نفر گاوزده ایستادنش در وقت درس، در وقت یک صحبت آدم سخن دیگر کسی نمیبرد که آخر بالاخره ما وقتی که فرزند خود تعلیم در پیشمون دادیم، خواه دختر باشد خواه پسر، به تمام دنیا به گوشای دنیا او را ارسال نکنید هم او گمراه نمیشه. اما وقتی که خود شما توحید نفهمیدید، خود شما ایمان نفهمیدید، خود شما عقیده را نفهمیدید، شما به فرزندها هم اهمیت ندادید، فرزندهای به دیگر منطقه ها روی کردید. بله فرزندی من در فلان جا خوند، در مدینه خوند، در مکه خوند، در اینجا خوند، در وجه خوند میگوید، اما فرزند شما گمراه میشه. در مدینه حاضر بسیاری ها میگن که شیخ شما در مدینه خوندید، در مدینه خوندن مثلا چخیل است. ما میگیم که نغز است، لیکن احتیاط باشید. مدینه صلح‌های ما خونده دیگر بود، بعد از صلح‌های ما خونده دیگر شده است، منهج ها تماما دیگر است، معلم و معلمه ها زن و مرد تماما دیگر است، مدخلی هم مدخلی کردگان و بسیار ها مدخلی می شود و ما گمان میکنیم که همینجا رفته ها بسیار مدخلی شده ایستاده است، آهسته به همین چیزا فکری ما رفته ایستاده است و فرزند از دست میدید. روز قیامت میرید که شما در دیگر صف هستید، اونها در دیگر صف هستند. احتیاط باشید، فرقه های اهل بدعت خیلی خطرناک است، خیلی زیاد است، احتیاط باشید. مثلا فرزندتون عقیده تعلیم نداده ایران روی کردید، فرزند عقیده تعلیم کرده به بین شیعه ها ایران روی کردید، 5 سال در همونجا خوند، چی میشه؟ خواهیدم نخواهیدم شبهه گرفته جانبداری رافضه میشه. فرزند به عقیده تعلیم نداده روی کردید به مدینه، به مکه، به سعودی، خواهید نخواهید منهج جهمیگی مدخلی را میگیره. فرزند تعلیم نداده عقیده را نامخود به مصر روی کردید، خواهید نخواهید اشعری تاثیر میکنه، زیرا که در مصر اشعری حکم میکنه، منتشر است. در سعودی مدخلی منتشر است، در ایران رافضه منتشر است. شما میگید که وای وای چیکار بکنیم؟ بله انمین است مصیبت، انمین است مشکلی. چیکار بکنیم؟ توحید آموزیم و فرزندهامو با آموزونیم، توحید خودمو آموزیم و فرزندهامو آموزونیم، دیگر راهی نیست. پیامبر برای میگفت القابض علی دینی که قابض علی الجمره، روز آخرت وقتی که نزدیک میشود دین داشتن به مانند لخشه به دست گرفتن است. بارک الله فیکم. در دامش میگن که وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. سوره قرآن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن حلالش و حرامش را. بارك الله فيكم. وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. یعنی در اینجا عبدالله بن عمر با یعنی انکار کردند به همون مردمی که در رو برشون هستند، به کودک ها منهج تعلیمشون اول ایمان نبو، اول چرا؟ اول قرآن تعلیم داده بودند، برای من این انکار کردند. ثم قال لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره. میگه که
یک مرد است میگه مثلا یک مرد را میبینی که از اول سوره قرآن از فاتحه تا آخر قرآن میخواند فیقرأ بین الفتح الى خاتمته بین فاتحه تا خاتمه یعنی همه قرآن ختم میکنن میگه ما یدری ما امره ولا زاجره نمیفهمد که این قرآن امرش چیست و زجرش چیست یعنی به توی بزرگترین امر چی امر کرده است و بزرگترین زجری که تو را زجر کرد چی زجر کرده است ولا ما ينبغي ان يوقف عنده منه ينثره نصر الدقل ببینید پس این صحابه هستند که رضی الله عنهم سخن گفته شده برای همین اگر نظر بکنید پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال در مکه 13 سال در مکه ایستادند در 10 سال اول در باب حرام و حلال کم چیزها بود امرهای عبادتی وجود نداشت به مانند مثلا نماز روزه حج زکات نماز جمعه نماز عید حجاب حرام بودن عرق این چیزها در مکه نازل نشده بود امر نشده بود یا نهی نشده بود در مکه پیامبر 10 سال به چی دعوت کرد آیت هایی که در مکه نازل شدهش نظر بکنید درباره جنت گپ میزند درباره دوزخ گپ میزند جنت برای موحدین دوزخ برای مشرکین توبه کنید توحید لا اله الا الله قبول کنید مسلمان شوید مسلمان شدن یعنی چی یعنی فهمیدن لا اله الا الله معناش را محمد رسول الله را قبول کردن و اقرار و تصدیق کردن و رکنها و شرط های لا اله الا الله به جا آوردن اساسی توحید در اون زمان ایمان به الله کفر به طاغوت و ایمان به الله بود اولین فرض الله هم کفر به طاغوت و ایمان به الله است بارك الله فيكم انا این منهج است انا این تعلیم است ان شاء الله سبحانه و تعالی با همین منهج و تعلیم ان شاء الله اهل سنت و جماعت من شما باید پیش رویم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك